بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز و گرامی قدر، صحبت امروزه ما درباره یکی از صحابگان جلیل حضرت عبدالله ابن عباس است. با او لقب داده شده که دانشمند امت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و حالا می‌بینیم که حضرت عبدالله ابن عباس چه خدمتی را برای جهان اسلام رسانیدند و زمانی که از دنیا پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم درگذشتند، حضرت عبدالله ابن عباس 13 سال داشتند و در این 13 سال از پیامبر رحمت علم آموخته بودند و با پیامبر صلی الله علیه و سلم یک جا بودند. حتی گفته می شد که او سایه پیامبر است صلی الله علیه و سلم. هر کجایی که پیامبر می رفتند با همراهی پیامبر همراه بودند و می گویند که با پیامبر رحمت آب طهارت می دادند. یک روز با پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم آب طهارت را آماده کردند و پیامبر رحمت این منظره را دیده خوشحال شدند و وضو ساختند. در نماز می خواستند که نماز گزارند. او را خواستند که در پهلوی پیامبر رحمت ایستاده باشد. در پهلوی خود حضرت عبدالله ابن عباس را خواستند که قرار گیرد، اما عبدالله ابن عباس در پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز گذاشتند. بعد از نماز پیامبر رحمت پرسان شدند که چرا در پهلوی من نماز نگذاشتی؟ حضرت عبدالله گفتند که یا رسول الله، من حیا داشتم که در برابر شما ایستادگی کنم. و پیامبر رحمت در این ساعت بر اون دعا کرد که اللهم آتیه الحکمه، خداوندا بر عبدالله ابن عباس حکمت را ارزانی بدار. و این دعای پیامبر رحمت قبول شد و عبدالله ابن عباس یکی از دانشمندترین صحابگان گردید. و این چنین وقتی که به دنیا آمد، عبدالله ابن عباس پیش از آن که مادرش برایش شیر دهد او را نزد پیامبر رحمت آورد و پیامبر رحمت از آب دهان خود در دهان عبدالله ابن عباس گذاشت و با این سبب، با این واسطه در شکم حضرت عبدالله ابن عباس هم تقوا و هم حکمت داخل شد. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، و کسی را که در داخل او حکمت داده می شود پس خیر زیادی را داراست. دوستان گرامی، حالا ببینیم که چه خدمت‌های را که عبدالله ابن عباس بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انجام دادند. وقتی پیامبر از دنیا گذشت 13 سال داشتند و حضرت عمر رضی الله عنه در زمان خلافت خود که عبدالله ابن عباس 15 یا 16 سال داشتند مشاور خود گردانیده بود او را، و در جمعی که صحابگان بزرگ در مشکلی که پیش می آمد جمع می شدند و مشورت می کردند. حضرت عمر عبدالله ابن عباس را می خواند تا اینکه با آنها یک جا باشد و اگر مشکل و سوالی که بود او را بسیار هم عزت می داشت و از اون پرسان می شد. وقتا یک روز اصحاب گرام سرزنش کردند حضرت عمر را که این جوان است، چرا با ما در این مشورت یک جا می کنی؟ و حضرت عمر این جمله تاریخی را در وصف حضرت عبدالله ابن عباس فرمودند که انه فتى الكهول له لسان سؤول و قلب عقول. دوستان گرامی قدر، ببینید وقتی پیامبر خدا از دنیا میگذارند، این جوان با اینکه 13 سال داشت از پیامبر رحمت 1660 حدیث روایت میکند که از اون زمان تا به زمان ما این حدیث ها خوانده می شود و این حدیث هایی که روایت می کند در دو کتاب صحیحین که بعد از قرآن قرار دارند، در کتاب صحیح بخاری و امام مسلم قرار دارد. و ببینید که جوان 13 سال دارد و اینقدر حفظ حدیث می کند و اینجا می شود اشاره کرد که جوان های ما که امروز 13 سال دارند در کجا هستند و به چی کار مشغولند. دوستان گرامی، اگر چندی که حضرت عبدالله ابن عباس جوان بود اما با خود علم را گرفت و بر امت رسانید، پس هر جوانی من و شما می تواند که در راه خداوند علم را کسب کرده باشد و به دیگران رسانده باشد.
با قول علامه اقبال لاهوری که جوانان را بدآموز است این عصر، شب ابلیس را روز است این عصر، بدامانش وصال شعله هجیم که به نور است و به سوز است این عصر. در این عصر که پر از فتنه قرار داریم ما باید کوشش کنیم که از دامن صحابه چنگ بزنیم، صحابگانی که در مکتب پیامبر رحمت علم آموخته بودند و به جهانیان رسانیدند و اگر چند جوان بودند اما خداوند برایشان حکمت و علم را ارزانی داشت. پس در این فتنه که ما قرار داریم برای ما واجبتر است، ضرورتر است که به فرزندان خود علم و حکمت و دانش را بیاموزیم تا اینکه این دنیا و آخرت هم فرزندان ما هم خود ما آباد گردد. و ببینیم که عبدالله ابن عباس بعد از اینکه پیامبر رحمت از دنیا گذشتند علم را ترک نکردند، بلکه علم را گرامی داشتند و دنبال علم گشتند. و مورخین میگویند که حضرت عبدالله ابن عباس دنبال صحابگان میگشت که آنها از پیامبر خدا حدیثی را یاد داشته باشند، حتی پشت در آنها میرفت و در آنها را نمیکوبید تا اینکه آنها را مزاحم نشود و در پشت در آنها میخوابید، اونجا انتظار میشد و خود میگوید که حتی من در انتظاری که در پشت در اصحاب پیامبر میکشیدم همون چنگ و خاشاک بر رخساره من می آمد تا اینکه انتظار می شدم که آنها خود از در بیرون شوند. وقتی که از در بیرون می شدند می گفتند که ای فرزند عمک پیامبر چرا اجازه نپرسیدی؟ من می گفتم که علم یک حکمت دارد که باید نزد وی آمده شود و صحابگان می گفتند که اگر می خواستیم ما نزد تو می رفتیم برای آموختن علم، اما حضرت عبدالله ابن عباس در جواب می گفتند که باید که نزد علم آمد، نه اینکه علم نزد کسی رفته باشد. و اون حدیث را که میخواستند همانجا میآموختند از همان اصحاب پیامبر و به راه خود روان میشدند. دیگر اینکه یکی از صحابگانی که زید ابن ثابت قاضی مدینه و فقیه مدینه، کسی که هم قاری مدینه بود، دانشمند اهل مدینه، حضرت عبدالله ابن عباس از آنه که صاحب علم بود حضرت زید ابن ثابت او را احترام خیلی زیاد میکردند. حتی اگر نفری که از دور مینگریست فکر میکرد که عبدالله ابن عباس غلام حضرت زید باشد، از احترام زیاد. حتی میگد روز بسیار هم کوشش کرد حضرت زید ابن ثابت را با دستگیری آن در بالای شتر نشانید و زمام شتر را بر دست داشت. این احترام بزرگی را به حضرت زید ابن ثابت اقرار کرد و حضرت زید ابن ثابت پرسان شد که چرا اینقدر احترام زیاد میکنی؟ تو که فرزند عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم هستی. حضرت عبدالله ابن عباس گفت که هکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، گفت که این چنین ما امر شدیم که عالمهای خود را احترام داشته باشیم. و در این حالت حضرت زید ابن ثابت از عبدالله ابن عباس پرسان شد که دست خود را نشان بدهد و دست خود را وقتی نشان داد و خم شد و دست عبدالله ابن عباس را بوسه کرد و گفت که هکذا امرنا ان نفعل بآل البیت، گفت این چنین ما امر شدیم که با فرزندان و خویش و تباران پیامبر رحمت چنین احترام قائل شده باشیم. دوستان گرامی، ببینیم که با این احترام و با این سختی علم را به دست آورد و یک زمانی که علم را که به دست آورد از خود کرد، خود معلم گشت و در خانه خود مردم را درس میداد. یکی از نفران میگوید که یک روز نزد عبدالله ابن عباس رفتم که دیدم خانه او پر از آدم هاست، پر از طالب علم است و حتی که بیرون در خیابان مردم نشستن، راه گذر دیگر راه رفتن نیست، حتی راه ها پر از طالب علم گشته. داخل شدم نزد عبدالله ابن عباس و گفتم که اینقدر مردم زیاد در بیرون قرار دارند، بیرون شو تا با آنها نصیحتی کرده باشی و سوالهای آنها را جواب گفته باشی. میگوید وضو ساخت و مرا نزد خود خواند و گفت که رفته کسانی که میخواهند از قرآن و از حرفهای قرآن شنیده باشند، سوال داشته باشند، داخل شوند. و من رفتم، میگوید گروه مردم را خواندم که کسانی که از قرآن و حرفهای قرآن، کلمه های قرآن پرسان شدنی هستند، سوال دارند، بیایند داخل شوند.
و یک گروه داخل شد میگوید و سوالهای خود را از ابن عباس کردند و همه سوالها را جواب داد. هیچ سوالی نموند که بی جواب باشد. همه سوالها را جواب داد و حتی اضافه هم از سوالهای آنها جواب گفت و آنها خارج شدند و گفت دیگر بار رفته نفرانی که میخواهند از علم حدیث علم بگیرند داخل شوند. و میگوید من رفته نفران دیگر را داخل کردم که کسانی که میخواستند از علم حدیث داخل شوند. این چونین 4 یا 5 مراتبه میگوید من رفتم و اونها را خواندم که کسانی که از تفسیر قرآن و از تعبیر قرآن میخواهند و کسانی که از علم تاریخ میخواهند، کسانی که از علم شعر و از علم زبان عربی 4-5 مراتب میگه من رفتم اونها را داخل کردم. هر یکی که داخل شدن سوالهای اونها را جواب میگفت. گویا که یک بحر بود و میگوید یک بحر بود به تنهایی یک مدرسه بزرگی را داشت که تنها در اونجا درس میگفت. حالا ببینید مدرسه هایی که امروز بعضی از مدرسه ها 10 تا 100 استاد را دارا هستند، اما عبدالله ابن عباس به تنهایی خود یک امت بود. هر نفری که از این مردمی که جمع آمده بودن طالب علم ها داخل شدن، هیچ نفر سوالش به جواب نماند. هر نفر در موضوع صحبت میکرد، سوال میکرد و حضرت عبدالله ابن عباس جواب میگفت و همچنین اضافه هم میکرد. این دوستان عزیز نتیجه همان دعایی که پیامبر رحمت بر او کرده بودند. 2 بار دعا شد. یکی که در خورده آمد نزد پیامبر رحمت، از آب دهانش برون در دهانش گذاشت و این چنین دوم باره که با پیامبر رحمت از پشت پیامبر رحمت نماز گذاشت و اونجا که برایش دعا کرد و دعای پیامبر رحمت که قبول است. و میگویند مورخین که حضرت ابن عباس روزانه روزه می داشت و شبانه نماز می گذاشت و هر ساعت خود را برای دین خداوند صرفه می کرد. یکی از همراهان حضرت ابن عباس میگوید که در سفر من با ابن عباس بودم و همین که سفر بسیار هم خستگی دارد، با این نگاه نکرده حضرت ابن عباس وقتا که مردم خواب میکردن اون میخیست نماز میگذاشت و روز دیدم میگوید که شب شروع کرد در نماز خواندن و همین آیت کریمه را میخواند که الله مهربان جل جلاله میفرماید و جاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. این آیت کریمه درباره مرگ است و براستی که مرگ هر یک انسان را چشنده مرگ است و از اون گریز هم نیست. همین آیت کریمه را حضرت عبدالله ابن عباس تا صبح همین آیت را خواندند. این نفر میگوید من مشاهده کردم که حضرت عبدالله ابن عباس تا صبح همین آیت کریمه را میخواندند. دوستان عزیز، از این قصه ابن عباس که حالا ما از یک بحر یک نقطه گرفتیم، ببینید که امروز تا به امروزه که ما قرار داریم از دانش این حبر امت، از دانش این دانشمند، این جوانمرد و این قهرمان امت تا به امروز تمام امت اسلام استفاده میکند. چی در علم حدیث باشد ما از این مکتب این صحابه جلیل استفاده میکنیم و چی در حدیث باشد که از او اینقدر حدیث زیاد روایت میشود. تابعین، یکی از تابعین ها میگوید که وقتی که من میدیدم حضرت ابن عباس را فکر میکردم به خود که زیباترین نفر است. وقتی سخن میکرد من میگفتم که از همه نفری که زبان برا دارد از همه براترین نفر است که در زبان عربی خوب صحبت میکند و هر زمانی که او را در علم میدیدم و میگفتم که دانشمندترین نفر است. دوستان گرامی قدر، همین آبرویی که همین درجه‌ای که مقامی که حضرت عبدالله ابن عباس کسب کرد و تا به امروز احترام کرده می شود از دانش اوست. پس ما کوشش کنیم هم خود و هم فرزندان خود را دانش آموخته باشیم و ببینید که در 13 سالگی خود یک دنیای از علم داشتن و جوانها را ما به سوی علم دعوت کنیم. و که از شاعرهای خودمانم این شعر را میگوید که توانا بود هر که دانا بود، زی دانش دل پیر برنا بود، دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه چیز بر تن تو جوشن است. خداوند برای من و شما از همت این صحابه استفاده کردن را عنایت بفرماید و از حیات این صحابه های گرام
من و شما باید آموخته باشیم، بلکه برای ما ضروری است که صحابگان گرام را شناخته باشیم، زیرا اینها بودند که دین خدا را تا به امروز به کوشش اینها از مکتب پیامبر رحمت آموختند و بر ما آموزانیدند. بر دیگران تا به امروز از برکت اینهاست که ما از دین خدا استفاده میکنیم، از قرآن و از حدیث و از فقه. الله مهربان من و شما را نگهبان باشد.